محمد آقا از کردستان گفتن حالا با توجه به اینکه مسئله زیاد پاسخ داده شده اما باز هم این وهابی‌ها روش مانور میدن، بحث ازدواج دختران امیرالمومنین، یکی از دختران امیرالمومنین با خلیفه دوم. ببینید این قضیه حالا میخوان بزرگواران از دیدگاه شیعه بررسی کنن یا از دیدگاه اهل سنت بررسی کنن. خب شما ببینید آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت و برای شما عرض کنم اگر من بتونم این کتابش هم بیارم که دوستان هم ببینن. ببینید دوستان مانیتور من محبت کنن، این تهذیب الاسماء و اللغات مال نووی متوفای 676. ایشون در اینجا در صفحه 369 ایشون در رابطه با همسر خلیفه دوم که ام کلثوم نام داشت میگه ام کلثوم هذه تزوجها عمر ابن الخطاب. کدام ام کلثوم؟ ام کلثوم خواهر عایشه از ابوبکر. میگه اصلا ام کلثومی که عمر ابن الخطاب با او ازدواج کرده اصلا و ابدا ارتباطی به حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد. و همچنین از بزرگان شیعه هم بعضی از بزرگواران ما همین تعبیر رو دارن، مثلا آیت الله رضا مرعشی نجفی همین عقیده را دارد که ایشون هم میفرمایند بر اینکه این ام کلثوم اصلا ارتباطی به حضرت برای شما عرض کنم زهرا و غیره ندارد. و همچنین در کتاب کافی که آقایان آوردن میگن که در کتب کافی هست، این بازم مانیتور من دوستان ممنون محبت میکنن، جلد 5 یک بابی دارد، باب تزویج ام کلثوم. در بعضی از چاپ‌ها داره با تزویج ام کلثوم من عمر ابن الخطاب. خب بفرمایید از امام صادق سلام الله علیه که میگه وقتی خلیفه دوم آمد از ام کلثوم خواستگاری کرد. خب ام کلثوم دیگه آخرین فرزندم باشد، آخرین فرزند صدیقه طاهره هست. فرض در سال 11 هجری 11 هجرت گیریم مثلا حضرت زهرا از دنیا رفته بود 7 ماه 8 ماه، نهایتا کمتر از 1 سالش بوده، کمتر از 1 سالش بوده، چون فاصله بین ولادت حضرت امام حسن و امام حسین 6 ماه بیشتر نبود. و اگرم به محسن هم حضرت زهرا باردار بودن، محسن برای شما عرض کنم 6 ماهه یا 4 ماهه بوده، یعنی هیچ منافاتی با این ندارد. این قضیه خواستگاری هم سال 18 هجرت صورت گرفته، همه دارن سال 18 هجرت صورت گرفته و سال 18 هجرت این ام کلثوم تقریبا 7 سالشه، آقای عمر ابن الخطاب 57 سالشه، یعنی آقا داماد 57 ساله، عروس خانم 7 ساله. وقتی آمد حضرت میگه اینها صبیه، دختر من کوچیکه 7 سالشه یا نهایتا 8 سالشه، هنوز بالغ نشده. خلیفه دوم رفت، عباس عموی پیغمبر و امیرالمومنین رو ملاقات کرد، گفت مالی ابی بأسم، من عیبی دارم؟ عباس گفت فماذا، چی شده مگه؟ گفت خطبت الی ابن اخیک فردنی، من رفتم خواستگاری دختر برادرزادت، من رد کرد. اما والله، قسم به خدا، لأعورن زمزم، زمزم رو ویران میکنم، ولا ادع لکم مکرمة الا هدمتها، هر فضیلتی شما بنی هاشم دارید من نابود میکنم.
و لأقیمن علیه شاهدین، 2 تا شاهدم بیان شهادت دروغ بگن به انه سرق، علی دزدی کرده، و لأقطعن یمینه، دست علی را هم قطع میکنم، میگم ببرن. اگر کتاب شیعه رو میخواد اینه، آیا این فضیلته؟ این فضیلت از کتاب شیعه میخواد این؟ بعد عباس آمد پیش امیرالمؤمنین، گفت خلاصه این آقا اینطوری میگه و اصرار کرد عباس ان یجعل الامر الیه، بابا این قضیه ازدواج رو به عهده من بگذار. امیرالمؤمنین به عهده عباس گذاشت و نداره ازدواج کرد نکرد چی شد. عباس عقد خواند نخواند، عروس خانم رفت خونه داماد نرفت خونه داماد، هیچی هم ندارد اینجا. اگر مبانی شیعه رو میخواد این هست. و حرف من در این زمینه برای شما عرض کنم خیلی داریم، یعنی 1 مورد 2 مورد نیست. باز در همین کلینی هست که وقتی میگه آقا این انجام شده غیره، حضرت فرمود اگرم فرزنم ازدواج شده این ناموسی است که از ما غصب کردن، به زور گرفتن. امام صادق داریم از امام صادق سلام الله علیه در همون باب تزویج ام کلثوم بن عمر بن الخطاب همونجا هست. خب آیا اینها فضیلته؟ اون وقت که آوردیم از اونها که میگه اصلا این دختر ابوبکر بوده، دختر حضرت زهرا نبوده. از این طرف هم کتاب‌های شیعه حرف خیلی زیاده. ما دیگه به اندازه کافی در این زمینه بحث داشتیم. حالا اگر فرصتی هم داشته باشیم برای شما عرض کنم، دوباره در این زمینه مطرح میکنیم. مرحوم سید مرتضی ایشون در خیلی از کتابهاشون برایشون قضیه رو آورده، من جمله کتاب جدیداً چاپ شده رسائل المرتضی جلد 3 صفحه 149. اونجا میگه فرضم که داده باشن امیرالمؤمنین مکره بوده، مجبور بوده، دید اگر ندن فردا بیاد 2 تا شاهد بیاره که علی دزدی کرده دست علی را قطع کنن و غیره، یک فسادی فتنه‌ای در جامعه خواهد شد. امیرالمؤمنین به خاطر جلوگیری از فتنه تن داد به این عمل.